سرخط خبرهای مهم. هشدار از سیل و باران و ژوله و رعد و برق در تاجیکستان. در نتیجه یک سوختار در ولایت مسکو 8 مهاجر جان باخته است و غرق شدن دانشجوی هندوستانی در ناحیه دنقره. سلام بیننده های عزیز، با امید تنصیحاتی شما برنامه نویدی بامدادی رو آغاز میکنیم. امروز جمعه 24 می. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر میدهد که روزهای 24 و 25 می در کشور بارانهای پرشدت، سیل، رعد و برق و ژوله پیش بینی شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده وابسته به این وضع با اداره‌های دخلدار به اهالی مراجعت کرده است که برای پیشگیری عاقبت‌های سیل، کانال‌ها، سیل‌راه‌ها و جویبارها را تازه کنند. کمیته همزمان به والدان مراجعت کرده از آنها خواسته است تا فرزندان نابالغشان را به نظارت نگذارند، آنها را به ماهیداری و چروچرانی اینچنین جمع‌آوری گیاهای شفابخش روان نکنند. ساکنان تاجیکستان در گذشته بارها از زیان سیل و باران‌های پرشدت و کم توجهی مقامات شکایت کردند. تاجیکستان کشوری آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و سالانه از آنها میلیون‌ها دلار زیان می‌بیند. در نتیجه آتش گرفتن یک خانه در ولایت مسکو روسیه 8 کس جان باخته است. وزارت حالتهای فوق‌العاده خبر داده که در این خانه مهاجران زندگی می‌کردند. سوختار ساعت‌های 4 صبح سر زده است. در وزارت به ریا نوستی گفتند احتمال مهاجران از اکسید کربن زهرآلود شدند. با اطلاع تلگرام کانال شد، یک زن در پی سوختار خود را از آشیانه دوم بینا به زمین پرتافته جراحت برداشته است و حالا در بیمارخانه بستری میباشد. کمیته تفتیشاتی روسیه در رابطه با این حادثه با بند از بی‌احتیاطی باعث به مرگ زیاده از 2 کس شدن پرونده جنایی باز کرده است. دادستان ولایت مسکو گفته است خانه را یک مرد 24 ساله از ازبکستان به اجاره گرفته به مهاجرانی که حق بود و باش قانونی را در روسیه نداشتند برای عوض مبلغ اجازه میداده است آنجا زندگی کنند. ضد شهروند ازبکستان با گمان تشکیل غیر قانونی مهاجرت کاری پرونده باز و خود او به حبس پیشکی گرفته شده است. معلوم نیست که در آنجا شهروندان تاجیکستان هم بودند یا نه. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کنند. بسیاری از آنها در جاهای به سر میبرند که بی خطر نیستند. اکثرا مقامات روسیه خود مهاجران را گناهکار می‌دانند. مهاجران از فراهم نبودن شرایط درست کار و زندگی شکایت می‌کنند. قبول شدن قانون اگنتی خارجی در پارلمان گرجستان هم پیش راهی اعتراضهای خیابانی در تفلیس را گرفتن نتوانست. ناراضیان آن را رویبرداری قانونی همنام روسیه می‌دانند. با قبول قانون حزب حاکم پایفشاری کرد و هشدارهای غرب بروسل را نادیده گرفت که گفتند روابط با غرب و اجرای نقشه‌های نزدیکشوی گرجستان با اروپا مشکل تر می شود. در این باره گزارش همکارم خرامان بقازاده. صدها اعتراضگر با نقاب ضد گاز در کوچه‌های تفلیس راهپیمایی کرده از قبول قانون بحث برانگیز اگنت خارجی اعتراض می‌کنند. ما برای آینده خود مبارزه می‌بریم. قانون رو به روسیه است و راه ما را به اروپا می‌بندد. ما تا آخر مبارزه می‌بریم. قانون میگوید اگر بیش از 20% مبلغ کار سازمان جمعیتی از خارجه باشد آن باید چون تشکیلات زیر نفوذ خارجی ثبت شود. حکومت میگوید از تاثیر خارجی پیشگیری می شود. منقدان میگویند قانون مثل روسیه آزادی بیان را سرکوب میکند. بیش از 1 ماه است گرجستان با 3.7 میلیون اهالیش شاهدی عظیمترین اعتراض ها شده است. If the law goes forward without conforming to EU norms, اگر قانون معیارهای اتحاد اروپا را پیش پا زده و مضمون و حمله های لفظی به امریکا و شریکان دیگر دوام کند، رابطه ها با خطر روبرو می شوند. I think the relationship is at risk. مقامات در گرجستان در چند روز 10 نفر را بازداشت کردند. Purpose and aim is only one. We don't want to go back to SSSR. خواست و مقصد ما فقط یک چیز است. ما به SSSR برگشتن نیستیم. همین است که اینجا هم دانشجو، هم 1 سال خورده و هم جوانان را می‌بینید. همین جاست. ما برای یک مقصد مبارزه می‌بریم. این حکومت را هم نمی‌خوایم چون رو به روسیه است.
گرجستان توانسته است در سیاست خارجی یک موازنت استراتژی را حفظ کرده با غرب برای رسیدن به آرمان‌های اروپایی کار کند و همگرمی مناسبات با مسکو را نگاه دارد. طرح قانون اگنتی خارجی به دفتر پرزیدنت سالومه زورابیشویلی رسیده است و او هشدار داد که آن را ویتو میکند، ولی اکثریت حزب حاکم آرزوی گرجی در پارلمان توان بیکار کردن آن را دارد. زورابیشویلی 14 روز فرصت دارد که نظر خود را به قانون بیان کند. در کانال سیلپارتوی دهه صفابخش ناحیه دنقره یک شهروند خارجی غرق شده است. حادثه روز 22 مای ساعت 12:20 رخ داده است. طور کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر می‌دهد نجات بخشان به جای حادثه رفته معین کردند که یک گروه دانشجویان آنجا آب‌بازی می‌کردند و به گفته آنها یک همسبق آنها از بی‌احتیاطی غرق شد. جستجوی جسد 6 ساعت طول کشیده او را 3 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کرده به مقام سپردند. این جوان 25 سال داشته شهروند هندوستان بوده است. او در دانشگاه طبی تاجیکستان تحصیل میکرد و همراه همسبقانش به ناحیه دنقره برای استراحت رفته بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اجازه داد دارایی‌های ایالات متحده آمریکا، آمریکایی‌ها و شرکت‌هایی که در بازار روسیه فعالیت میکنند به خاطر جبران اموال مصادره شده کشورش حبس یا مصادره کرده شوند. فرمان پوتین در این باره در پورتال حقوقی روسیه نشر شده است. آن به شرکت‌ها و شهروندان روسیه حق می‌دهد که با طلب غیر قانونی اعلام کردن مصادره دارایی‌هایشان در آمریکا به دادگاه‌های کشور خود شکایت کنند. اگر دادگاه‌های روسیه مصادره اموال روسیه‌گی‌ها را در آمریکا غیر قانونی اعلام کند، کمیسیون مخصوص حکومتی برای جبران دارایی‌های مربوط به آمریکا را که در این کشور پیدا شدند پیشنهاد می‌کنند. طبق این فرمان پوتین اموال غیر منقول، کاغذهای قیمت‌بها و سهمیه شرکت‌ها که به آمریکا یا شهروندان آن در روسیه تعلق دارند مصادره می‌شود. گفته می‌شود این فرمان گویا در رابطه با اقدام‌های غیر دوستانه و خلاف قانون‌های بین‌المللی آمریکا علیه روسیه و بانک مرکزی آن صادر گشته است. پرزیدنت آمریکا جو بایدن 24 اپریل قانونی را امضا کرد که هر دو پالات کنگرس برای جدا کردن بسته نوی کمک‌های نظامی به اوکراین قبول کرده بودند. یکی از بندهای قانون اجازت می‌دهد دارایی‌های دولتی روسیه که تحت صلاحیت آمریکا قرار دارند به نفع اوکراین مصادره کرده شوند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. می 24 می سال 2020 دانشمند معروف تاجیک جورابک نظری در سن 74 سالگی درگذشت. مرگ او در حالی بود که در تاجیکستان مرحله بسیار پرشدت پاندمی جریان داشت و تا آن زمان به قول وزارت بهداشت 46 نفر بر اثر کرونا ویروس در تاجیکستان درگذشت. 24 می سال 1956 در شهر لوگانو شویساریا اولین بار آزمون موسیقی یورویدنیا برگزار شد که در 65 سال موجودیتش سرحدهای اروپا را شکسته در قلمروهای اوراسیا و برخی قسمت‌های خاورمیانه هم دامن پهن کرده است. نخستین بار در این آزمون با نفوذ سال 2021 منیژه سنگین یک آوازخوانی تاجیک به نمایندگی از روسیه هنرنمایی کرد که یک حادثه تاریخی شد. 24 می سال 1844 اختراعکار آمریکایی اولین بار تلگرام یا برقیه را از شهر واشنگتن به بالتیمور فرستاد. دستگاه تلگراف و هم خط خاص خود را اختراع کرد که با نام الفبای مورزه معروف شد. اختراع او در مخابرات اطلاع رسانی و هم بخش نظام یک انقلاب دانسته می شود. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. 1000 روبل برابر است به 119 سومانی، 100 یورو به 1173 سومانی و 100 دلار به 1081 سومانی.
بیننده‌های عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. برایتان استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبان شما.